امام دارمی مطلب دیگری را بیان می کند از طریق جابر بن زید، می فرماید ان ابن عمر لقیه فی الطواف. امام ابن عمر به جابر بن زید می رسد در طواف خانه خدا. فقال له یا ابا الشعثاء انك من فقهاء البصره. گفت ای ابو شعثاء تو از فقهای بصره هستی. فلا تفتی الا بقرآن ناطق او سنت ماضیه. مواظب باش فتوا ندهید مگر به قرآنی که ناطق باشد، یعنی به دلیلی از قرآن، یا سنتی ماضی، یعنی سنتی که در زمان رسول الله بوده صلی الله علیه و سلم. فإنك إن فعلت غیر ذلك هلكت و اهلكت. زیرا اگر شما چنین کاری کنید هم خودت را نابود کردی هم دیگران را نابود میکنید. یعنی هم خودت هلاک شده ای هم دیگران را. سبحان الله ولله الحمد.